جدیدترین فوتبال الکترونیک آرتس با اینکه اسم تازه‌ای پیدا کرده ولی هنوزم همون راه و رسم همیشگی فیفا رو ادامه میده. با بررسی این بازی همراه ما باشید. حامی ویدیومون آیپینز یه سایت عالی برای خرید گیفت کارت معتبر و قانونیه که سریع هم گیفت کارت رو بهتون میده، از گیفت کارت ایکس باکس و پلی استیشن تا اسپاتیفای و آیتونز و غیره. آیپینز هم نماد اعتماد داره و هم کلی کاربر ازش راضین و با پشتیبانی 24 ساعته خیالتون رو راحت میکنه. شما میتونید با کد تخفیف مخصوص زومجی هر وقت که دلتون میخواد برین گیفت کارت پلی استیشن، ایکس باکس و نینتندو رو با قیمت کمتر از آیپینز بخرید. راستی خرید گیفت کارت از آیپینز کلا 1 دقیقه طول میکشه. یه بار دیگه هم کد تخفیف رو بهتون میگم، ZOOMG رو تو سایتشون هم میتونید برین وارد کنین و استفادهش کنین. میدونم که هنوز خیلی از شماها مثل خود ما زبونتون نمیچرخه که به جای فیفا 24 به فوتبال جدید EA بگین FC24 یا هر اسمی که از عبارت کاملتر EA اسپورت FC24 برداشت میکنین. ولی خب شاید کمی طول بکشه که بخوایم به اسم جدید بازی عادت کنیم. اما خود بازی برای طرفدارای مجموعه تا حد زیادی همون تجربه آشنای همیشگیه. FC24 با ظاهر مینیمال منوهاش کمترین تغییر رو بین نسخه‌های اخیر از حیث حالتهای بازی داشته. یه سری موارد خیلی ریز تو جزئیات هر کدوم از بخش‌ها میشه به عنوان ویژگی جدید پیدا کرد. ولی چه طرفدار بخش کریر بازی باشین، چه بخواین تو ولتا فوتبال خیابونی بازی کنین و چه سراغ حالت محبوب آلتیمت تیم برین، FC24 تا حد خیلی زیادی همون ساختار فیفا 23 رو تو این بخشا حفظ کرده و نباید ازش انتظار ویژگی جدید و انقلابی رو داشته باشیم. البته بیران نیست اگه بگیم این حالتها به نوعی به تکامل خاصی هم رسیدن و برای هر سلیقه‌ای میشه یه چیزی تو FC24 پیدا کرد. واضح ترین مورد جدید اضافه شده به FC24 حضور بازیکن‌های زن تو بخش آلتیمت تیم بازیه که راستش رو بخواین به شکل خوبی هم پیاده شده. این بازیکن‌ها تنوع بیشتری به گزینه‌های موجود بستن تیم تو این بخش داده و باعث شده دیگه همه سراغ یه سری بازیکن مشخص و ثابت برای تیماشون نرن. البته که کیفیت اصلی آلتیمت تیم رو همیشه محتوایی که به مرور زمان تو قالب رویدادها منتشر میشه تعیین میکنه و چند ماه بعد بهتر میشه راجع به این بخش حرف زد. اما جایی که میشه تغییرات FC24 رو به وضوح لمس و حس کرد از قضا مهمترین بخش یه بازی شبیه ساز فوتباله. بله درست حدس زدین، منظورم هسته اصلی گیم پلیه که امسال ویژگی‌های جدید مختلفی داره و از همون چند تا بازی اول هم میشه متوجه شد که برای عادت کردن به این فوتبال جدید لازمه که چیزهای مختلفی رو دوباره یاد بگیریم. مهمترین موردی که به عنوان یه ویژگی جدید به بازی اضافه شده پلی استایل های جدیده که جایگزین تریت های هر بازیکن شدن. پلی استایل ها در واقع سبک خاص بازی کردن بازیکن‌های دنیای فوتبالن و تنوع بالایی هم بر اساس پست بازیکن‌ها دارن که 2 حالت عادی و پلاس هم براشون طراحی شده. به عنوان مثال بازیکنی مثل رونالدو شوت‌های قدرتمندی تو دنیای فوتبال داره و خب پلی استایل اون براش در نظر گرفته شده. یا بازیکنی مثل امباپه رو با سرعت بالاش میشناسیم و EA این ویژگی رو با پلی استایل مخصوص سرعت براش در نظر گرفته. اصلی ترین تأثیری که این ویژگی روی FC24 گذاشته اینه که بازیکنای مطرح دنیای فوتبال به معنی واقعی کلمه و دور از اغراقای تبلیغاتی و آشنای EA خیلی بیشتر از همیشه شبیه به خود واقعیشون تو بازی ظاهر میشن و این رو میشه خیلی راحت و واضح متوجه شد. فوتبال جدید EA همینطور انیمیشن های حرکتی به مراتب بیشتری نسبت به نسخه قبلی داره و بلافاصله پس از سویچ از فیفا 23 به FC24 بهترین صفتی که میشه برای توصیف گیم پلی استفاده کرد تجربه نرمتر و روونتره. اصول اولیه و پایه فوتبال مثل کنترل توپ، دریبل زدن، پاس دادن، شوت زدن همشون با انیمیشن های متنوع‌تری اجرا میشن و همینم اجرای اون چیزی که تو ذهنتون دارین تو زمین بازی رو راحت‌تر از همیشه کرده و میشه با راه‌های بیشتری به گل رسید.
ترکیب این موضوع با سبک بازی خاص بازیکن‌های معروف که بهتر از قبل تو FC24 پیاده شده، آزادی عمل بیشتری به گیمرها برای پیاده کردن ایده هاشون تو زمین سبز فوتبال میده و تجربه کلی بهتری از فوتبال بازی کردن، یا دقیق‌تر اگه بگم طرح‌ریزی حمله تو بازی میده. اما چرا گفتم طرح‌ریزی حمله؟ دلیلش اینه که تو FC24 دفاع کردن هم تغییرات زیادی داشته. البته نمیشه همه این تغییرات رو مثبت دونست. فیفا بازای حرفه‌ای‌تر میدونن که هر سال تو این مجموعه طرفدارا از نقش پررنگ هوش مصنوعی و تأثیرش تو دفاع شاکی بودن و هستن و خب سازنده‌ها امسال این تأثیر رو به پایین‌ترین حدش تو مقایسه با نسخه‌های اخیر رسوندن. با اضافه شدن یه تنظیمات جدید دفاعی و کمرنگ‌تر شدن نقش هوش مصنوعی تو دفاع که به خودی خود اتفاق مثبتیه و این جنبه از فوتبال رو به مراتب مهارت محورتر کرده، همه چی خوب به نظر میرسه. اما مشکل اینه که هنوزم یه عدم تعادل واضحی بین دفاع و حمله میشه توی بازی دید. بازیکن‌های هجومی ابزار و قابلیت‌های بیشتری برای رد کردن دفاع دارن و به همین دلیل گل زدن به مراتب از دفاع کردن راحت‌تره و فعلا تو مسابقه‌های آنلاین بازی نتیجه‌های عجیب غریبی رقم میخوره و تعداد گل‌ها حتی 2 رقمی هم میشه. البته تو این موضوع ضعف دروازه‌بان‌ها هم بی‌تاثیر نیست و گلرها با انیمیشن‌های گاهی عجیبشون چندان سد محکمی جلوی توپ نیستن. این و مشکلات تعادل همیشه تو نسخه‌های اولیه فیفا وجود دارن و معمولا پس از انتشار چند تا آپدیت بهتر میشه و وضعیت بازی رو بعد از اونها میشه سنجید و قضاوت کرد. با اینکه FC24 دیگه حمایت فدراسیون جهانی فوتبال رو نداره، ولی از نظر لایسنس هنوزم همه چی برای فوتبال یه خوب و کامله. تیمای معروف و مشهور با ستاره‌هاشون کماکان تو بازی حضور دارن و ضعفی رو از این منظر قرار نیست حس کنیم. از طرف دیگه بازی امسال از حیث طراحی چهره بازیکن‌ها و جزئیات اونها زیباتر از همیشه به نظر میرسه و حتی مواردی مثل تنوع تماشاگرها هم از قبل بهتر شده. فوتبالای EA توی سالهای اخیر از حیث تجربه بصری کلی که از نوع ارائه فوتبال داشتن سربلند بودن و همین صفت رو میشه برای FC24 هم به کار برد. بازی امسال کنار گزارشگرای قبلیش 2 گزارشگر جدید هم داره و تیم گای موبری گزارشگر فوتبال BBC و سو اسمیت بازیکن مطرح و سابق تیم زنان انگلیس به بازی اضافه شدن که تنوع بیشتری به گزارشان میدن. البته یک هم نچسبن. در مجموع FC24 همونطور که اول ویدیو هم گفتم ادامه دهنده همون مسیری که چند سال تو فیفا دیدیم. برای جواب دادن به این که آیا بازی ارزش خرید داره یا نه، اول باید خودتون جواب یه سوالو بدین. این که فیفا رو کمی حرفه‌ای‌تر برای حالت‌هایی مثل التیمت تیم بازی می‌کنین یا نه فقط یه بازی فوتبال می‌خواین که توی دوره همی با دوستاتون بازیش کنین. اگه جزو دسته اول این که خب بله FC24 به عنوان فصل جدیدی از فوتبال EA اینجاست و از نظر گیم پلی هم فعلا با همه نیازی که به تعادل بیشتر داره حس خوبی میده، ولی اگه جزء دسته دومین تفاوت محتوایی این بازی با فیفا 23 اونقدری نیست که حداقل الان بخواین سراغش برین و شاید بهتر باشه منتظر تخفیف خوردنش و موقعیت بهتری برای خرید بمونید.